تو این ویدیو قراره بریم به چند تا کشور سر بزنیم که توی مراسم ازدواج خیلی کارهای عجیب غریبی میکنن، کارهایی که اصلا به مغز آدم خطور نمیکنه. چرا باید همچین کارهایی توی مراسم ازدواج انجام بدن؟ بریم تو کارش. مورد اول کشور چینه. توی فرهنگ یوگور چین دامادها رسم دارن که با تیرکمون به سمت عروس تیراندازی کنن. البته خب طبیعتا بدون پیکان، چون قصد ندارن که عروس رو بکشن. بعدش داماد باید بره تیرها رو جمع کنه و دونه دونه بشکنه که به عروس ثابت کنه که عشقش پایداره و تا ابد عاشقش میمونه. نمیدونم چه ربطی واقعا به هم داره، ولی همچین رسمی دارن. این رسم و رسوم شاید خیلی عجیب و ترسناک به نظر برسه، اما مردمشون اعتقاد دارن که اگر این کارو انجام ندن اون ازدواج موفق و شادی نخواهد بود. شاید دیده باشین که توی ایران یا جاهای مختلف دنیا توی مراسم عروسی به خاطر احساساتی شدن عروس داماد یا بقیه یک کمی گریه زاری کنن و ناراحت بشن به قول معروف. اما توی چین خیلی عجیب تره، چون عروس باید برای داماد گریه کنه، اونم نه توی مدت کوتاهی. عروس‌های توجیای چین حداقل 1 ماه قبل از مراسم عروسی حداقل 1 ساعت در روز باید برای داماد گریه کنن. چرا آخه؟ صبر کنید، عجیب‌تر هم میشه، چون 10 روز بعد از مراسم مادر عروس هم به خود عروس اضافه میشه و با هم گریه میکنن. 10 روز بعدش هم مادر بزرگ عروس هم بهشون اضافه میشه و 3 نفری میشینن با هم گریه میکنن. آخه چرا؟ چه فازیه؟ اسم این مراسم زوتانگ هستش و توی سیچوان غربی یکی از شهرهای چین برگزار میشه. داستانش هم برمیگرده به چندین قرن قبل که یه مادر شاهزاده خانومی برای دخترش روز عروسی گریه کرده. حالا دلیلشو خدا میدونه. از اون به بعد اینا هم یاد گرفتن که توی مراسم عروسی باید گریه کنن. شماره دوم مال یک کشوریه به اسم موریتانی. قطعا شما هم مثل من اسمشو نشنیدین. باید بگم که موریتانی یکی از کشورهای آفریقا هستش. طبق معمول این اسمای عجیب غریب مال آفریقاست. توی این کشور یه رسم و رسوم خیلی عجیب دارن. اونم اینه که خانوم‌ها و دخترها برای اینکه انتخاب بشن به عنوان عروس باید خیلی چاق بشن. در موریتانی دختر خانوما بین 5 تا 15 سال قبل از عروسیشون به یک کمپ‌هایی فرستاده میشن که با خوردن ارزق و روغن حیوانی اضافه وزن خیلی زیادی پیدا کنن. چاق شدن دختر خانوما برای اینکه انتخاب بشن یکی از عجیب‌ترین مراسم و رسم و رسوم توی دنیا شناخته میشه. گفته میشه دختر خانوما توی این کشور اگه چاق نباشن، علل خصوص توی قسمت شکم و پهلو، شانسی برای ازدواج ندارن. مورد بعدی مربوط به اسکاتلنده. آره، یک کشور اروپایی. عروس خانم‌های اسکاتلندی چند روز مونده به مراسمشون توسط دوستای خودشون غافلگیر میشن و روشون زباله و غذای فاسد و مدفوع انسانی و از این چرت و پرتا میریزن. بعدم به درخت میبندنشون. این کار برای این انجام میشه که میگن اگه عروس این کارا رو روش انجام بدن و دووم بیاره و ناراحت نشه، مشخصه که زن زندگیه دیگه، توی مشکلات زندگی کم نمیاره. حالا چرا اینجوری باید ثابت کنن که طرف زن زندگیه؟ خدا داند. مورد بعدی که خیلی عجیبه مال کشور کره هستش. اونم اینه که باید پای داماد رو کتک کاری کنن. آره، پای داماد رو سیاه و کبود میکنن. توی کره رسم بر اینه که اولین شب زندگی مشترک باید پاهای داماد رو با چوب انقدر کتک بزنن تا سیاه و کبود شه که قدرت و استقامت این داماد رو نشون بدن. راه‌های دیگه هم هست برای نشون دادن قدرت و استقامت. حالا نمیدونم چرا اینو انتخاب کردن. فقط داماد بدبخت این بلا رو سر پاش بیارن، شب اول دیگه نمیتونه، اصلا نمیشه. هنوزم که هنوزه توی بعضی از شهرهای کره این رسم و رسوم انجام میشه. یعنی عروس داماد نمیتونن مراسم رو ترک کنن تا آقا داماد و سیاه و کبود نکنن، نمیذارن اینا برن. مورد آخر که خفن‌ترین و عجیب‌ترینشه مال کشور مالزیه. توی کشور مالزی نمیذارن عروس و داماد برن دستشویی. چرا؟ در مالزی و بخشی از اندونزی مردم بورنئو معتقد هستن که عروس و داماد نباید 3 روز بعد از عروسیشون نه از خونه خارج شن و نه از سرویس بهداشتی استفاده کنن. توی این مراسم واقعا برای عروس و داماد نگهبان میذارن و توی این 3 روز مقدار کمی بهشون غذا و نوشیدنی میدن و اگر اینا رعایت نکنن این شرایط رو،
خیلی بد هست برای عروس و دوماد، یعنی بد یوم هست و زندگی خوبی نخواهند داشت با هم دیگه. حالا این که دستشویی نرفتن و نریدن عروس و دوماد به خوشبختیشون چه ربطی داره نمیدونم. رفقا امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و کیف کرده باشین. زود میبینمتون. مراقب خودتون باشین. لایک و سابسکرایب و این چیزا فراموش نکنید. فعلا